سلام به همه هموطنای خوب خودم تو سراسر دنیا. امشب میخوایم بریم تونل وحشت. تونل وحشت که میگم نه تونل وحشت لونا پارکا، نه تونل وحشتی که سیدلی توش گیر کرده و وجب به وجبش عظما رو قبض روح میکنه. خرچنگ نظام تو جمعه بازار دیروز مشاهداتش از تونل وحشت نظامو اینجوری گزارش کرد. اما فتنه 88 از مصادیق این مضلات الفتن بود. باطل لباس حق پوشید و کسانی که روزی خودی بودند برای سقوط نظام ولایی به اصطلاح به صحنه آمدن. خوشم میاد اینجور جاها دوزاریتون خوب میفته. خوب حاجی خرچنگ بگو ببینم اون روزا تو کدوم گوری بودی؟ بنده تو همین تهران نماز روز عاشورا رو در یکی از میدانهای بزرگ شهر خوندم. دقیقاً دیدم انگار تهران شده میدان جنگ. گاهی وقتا آدم میگفت وحشتی که اون روز در تهران بود در جبهه دیده نمیشد. بابا این که داره از ترس پس میفته که. بابا مگه نمیگید عظما با درایت و تدبیر و اقتدار و مقتدارش قضیه رو فیصله داد؟ پس دیگه این کولی بازی ها واسه چیه؟ مگه بازم خبرهاییه؟ میگن جونورا زودتر از زلزله با خبر میشن. اگه قرار خبری بشه یه فازی بده خرچنگ. گاهی قلم به دست میگیرن به خیال خودشون اوج جایگاه ولایت و معصومین رو تحقیر میکنن، بدانن با این خشم مواجه خواهند شد. گرفتم. پس با این حساب اونایی که دنبال سقوط نظام ولایین هنوز تو صحنن ها؟ اوکی، ولی نمیخواد زیاد بترسید. مگه شما خطتون رو تو سوریه و عراق نبستید؟ خب تا وقتی خط اونجاست دیگه جایی نگرانی نداره که. در کنفرانس ژنو 2 با فشار امریکا ایران رو دعوت نکردند که در رابطه با مسئله سوریه است. به حمدالله ایران اسلامی هیچ نیازی به حضور در این کنفرانس نداره، ولی این را بدانید بدون حضور ایران کنفرانس ژنو 2 قطعاً شکست خورده است و راه به جایی نمیبرد. چی شد؟ یهو زلف فتنه رو گره زدی به طناب سوریه؟ منظور اینه که عظما از همه طرف زیر گوشتکوبه ها؟ خیلی خوب آقا، کپون خرچنگ تموم شد. حالا یه خورناس جوندار از یه گوریل زهر خورده. بحث ژنو رو شما ببینید چه اتفاقی افتاده. بحث غنیسازی در کشور مشروط شده. تحریم‌های اصلی بانکی و نفتی هم سر جای خودش باقی خواهد موند و هر تحریم جدیدی هم که میخوان اعمال بکنن میگن این بر اساس قوانین قبلی هستش. چرا این شرایط پذیرفته میشه؟ چرا این حالت رو ما پیدا میکنیم؟ اینی که ما در حوزه سیاست خارجیمون به گونه‌ای صحبت بکنیم که در نتیجهش وضعیت فعلی بشه در حوزه سیاست خارجی، آیا این مثبت یا نه؟ اینو فکر میکنم تاریخ باید جواب بده. نمیخواد منتظر جواب تاریخ بمونی، موشکاف بهت جواب میده. خب همینه دیگه، انتظار داری عظما زهر بخوره بعد این حالت هم پیدا نشه؟ تازه این وضعیت مال یه گیلاسه، به کوسه باشه میگه تا ته بخوریم. میگه سفت جواب نداره، نرم کار کنیم. تفکر اشتباهی هستش که متاسفانه در برخی از دوستان ما وجود داره. فکر میکنن اگر نرمتر برخورد بکنید با طرف آمریکایی اینها
اجازه میدن که این مجموعه حکومت کنه. اگر آقای گورباچوف اجازه حکومت داشت، دوستان هم اجازه خواهند داشت. اگر قذافی اجازه حکومت داشت، دوستان هم اجازه خواهند داشت. این نوع ادبیات نرمتر لزوما به نفع اومد. بابا تو که یه تنه تا ته تونل وحشت رفتی که. آره، اگه ایستگاه‌های این تونل وحشت رو از اتمی و سوریه و فتنه و خلاصه همه رو همینجوری به هم وصل کنی، ته خط میرسی به همون جایی که قذافی رسید، با این تفاوت که همون سوراخ پلم گیرش نمیاد. باید بگه نظام ولایی بای بای. من یه طلسم شکستم، آخر عقب نشستم، چلوندنم اساسی، دیگه نپرس کی هستم، دیگه نپرس کی هستم. امشب زر بخور پیمونه پیمونه، ساقی مه پیکر تو شیخ فریدونه، اونقدر کوتا بیاد تا چپشی تو تابود، اون که باز شاهی کنه رفتن جانی جونه. رقصای داغ و شفا